فرکانس شبکه بر ماهواره هاتبرد و بر ماهواره نایل سات بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي بمصر رحمه الله: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي، وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري، وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون في أصول الدين ويدينون به رب العالمين. به نام و استعانت از الله بخشاینده مهربان. ستایش ویژه الله پروردگار جهانیان است. علامه حجت الاسلام ابو جعفر وراق طحاوی رحمه الله میگوید: این کتاب بیانگر عقیده اهل سنت و جماعت بر مبنای مذهب فقهای اسلام ابو حنیفه نعمان بن ثابت کوفی و ابو یوسف یعقوب بن ابراهیم انصاری و ابو عبدالله محمد بن حسن الشیبانی رضی الله عنهم اجمعین است و به باورهای آنان در مورد اصول دین که با آن پروردگارشان را میپرستند میپردازد. وبه نستعين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. بینندگان عزیز و ارجمند، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جلسه قبل را اگر خاطر شریفتان باشد با یکی از گفتارهای بسیار زیبا و متین حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه به پایان بردیم. گفتاری که در واقع امام ابو حنیفه به پیروان خودش و به یاران خودش این مطلب را یادآوری می کند و این قاعده را جلوی رویشان می گذارد که درباره تمام صفات خداوند متعال ما باید به این گونه بیندیشیم و افکار و عقاید و باورهای ما درباره ذات خداوند متعال و صفات خداوند متعال باید مبتنی بر آیات قرآن و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم باشد. گفتار نغز حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه که در کتاب الفقه الاکبر آوردند این بود که فرمودند: لا یشبه شیئا من خلقه ولا یشبهه شیء من خلقه. الله متعال با هیچ چیز از مخلوقات شبیه نیست و هیچ کدام از مخلوقات با الله متعال شبیه نیست. و در ادامه فرمودند: و صفاته كلها خلاف صفات المخلوقین. و صفات الله متعال تماما متفاوت با صفات و ویژگی های مخلوقات هست. مثالی رو بیان فرمودند بدین گونه که یعلم لا کعلمنا و یقدر لا کقدرتنا و یرا لا کرؤیتنا. الله متعال میداند اما نمانند دانستن ما. الله متعال تواناست
میتواند، قدرت دارد، اما نمانند توانایی و قدرت ما. الله متعال میبیند، بینا هست، اما نمانند بینایی ما. و در جلسه قبل اعلام کردم که بسیاری از علمای اهل سنت و الجماعت و ائمه بزرگوار ما در طول تاریخ تشبیه و تمثیل صفات خداوند را به انسان نفی کردند و رد کردند این مسئله را، و حتی قائل به این هستند که هر کسی که خداوند متعال را به بندگانش تشبیه بکند و یا بندگان را به خداوند متعال تشبیه بکند کافر هست. در طول تاریخ انسانها و گروه‌های منحرفی بودند که برخلاف اهل سنت و الجماعت گام برداشتند و به ناحق اهل سنت و الجماعت را تهمت زدند به این که اهل سنت و الجماعت مشبهه هستند، مجسمه هستند و قائل به تشبیه صفات خداوند متعال به صفات انسانها هستند. خداوند متعال را جسم می‌دانند، در صورتی که اگر به کتاب‌های اهل سنت و الجماعت از صدر اول گرفته تا کنون بنگریم، هیچ شخصی از اهل سنت و الجماعت قائل به تشبیه یا تجسیم الله متعال نیست، بلکه قول اهل سنت و الجماعت این هست که تمامی صفاتی را که الله متعال برای خودش ثابت کرده و یا اینکه رسول خدا صلی الله علیه و سلم برای خداوند متعال ثابت کرده، اون صفات را ثابت می‌دانند بدون اینکه صفات خدا را با صفات مخلوق و بندگان مشابهت بدهند و قائل به تشابه باشند. من گفتار و فتوای نعیم ابن حماد و حضرت امام اسحاق ابن راهوی رحمت الله علیه را خدمت شما نقل کردم. به خاطر این عقیده اهل سنت و الجماعت هست که جهم ابن صفوان و پیروانش که معروف هستند به جهمیه، اهل سنت و الجماعت را مشبهه یا مجسمه می نامند. از این رو که جهم ابن صفوان صفات خداوند متعال را قبول ندارد و معتقد به این است که خداوند متعال هیچ صفتی ندارد و اثبات صفت را مساوی با تشبیه خداوند متعال به مخلوقات می داند. در صورتی که ما گفتیم که خداوند متعال در قرآن مجید در سوره شورا آیه 11 می فرماید که لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر. خداوند متعال مماثلت را و مشابهت را رد کرده، نفی کرده از خودش و صفات را اثبات کرده، سمع را و بصر را برای خودش اثبات کرده و این دلیل گویایی هست بر این که هیچگاه اثبات صفات به معنی اثبات تشابه میان الله و مخلوقاتش نیست. علما و ائمه اهل سنت و الجماعت دائما در طول تاریخ بر این نکته تأکید کردند که ما صفات را اثبات میکنیم اما قائل به تشبیه خداوند متعال و تمثیل خداوند متعال نیستیم. اما این انسانهای منحرفی که از عقیده اهل سنت و الجماعت منحرف شدند و از قرآن و سنت در این زمینه زاویه گرفتند، در واقع اهل سنت و الجماعت را متهم میکنند به این که اهل سنت مجسمه و مشبه هستند. حضرت امام ابوالعز حنفی رحمت الله علیه در شرح این کتاب، شرح عقیده طحاویه، عبارتی دارد و می فرماید که انه قال لمن اثبت الصفات انه مشبه. میگوید که هر کسی که از اهل سنت و الجماعت صفات را تثبیت میکند برای خداوند متعال، کسانی که معتقد به نفی صفات هستند
صفات خداوند متعال را که در قرآن آمده نمیپذیرند و آیا آنها را تعویل میکنند، همیشه این افراد اهل سنت و الجماعت را که صفات خداوند متعال را میپذیرند متهم میکنند به این که اهل سنت و الجماعت انه مشبه و انه مجسم، یا مشبهه هستند یا مجسمه هستند. ابوالعز حنفی رحمت الله علیه میگوید که به این خاطر میبینیم که بسیاری از کسانی که قائل به نفی صفات هستند در کتابهای خودشون این تهمت را به اهل سنت زدند. میگوید ولهذا کتب النفات الصفات من الجهمیة والمعتزلة والرافضة ونحوهم كلها مشحونة بتسمیة مثبتة الصفات مشبهة و مجسمة. میگوید به این خاطر نفی کنندگان صفات خداوند متعال اهم از جهمی ها، معتزلی ها و روافض و امثال اینها در کتابهای اینها آمده و کتابهاشون پر از این هست که کسانی را که صفات خداوند متعال را تثبیت می کنند و آن را ثابت می دانند و الله متعال را متصف به این صفات می دانند و به این صفات می نامند، آنها را مشبهه و مجسمه می نامند. و یقولون فی کتبهم ان من جملة المجسمة قوما یقال لهم المالکیه. در کتابهاشون آوردند که گروهی از مجسمه افرادی هستند که به آنها مالکی میگویند. ینسبون الی رجل یقال له مالک ابن انس، که منتسب به مردی هستند به نام مالک ابن انس. و قوما یقال لهم الشافعیه، و همچنین میگویند که گروهی از مجسمه کسانی هستند که به نام شافعیه مشهورند. ینسبون الی رجل یقال له محمد بن ادریس، یعنی امام شافعی رحمت الله علیه. حتی الذين يفسرون القرآن منهم، حتی برخی از مفسران قرآن از اون افرادی که قائل به نفی صفات هستند که عبدالجبار مانند عبدالجبار معتزلی و زمخشری مانند علامه زمخشری معروف و غیرهما، یسمون كل من اثبت شیئا من الصفات وقال بالرؤیة مشبهه. حتی اینها هم در کتابهای خودشون و در تفسیرهای خودشون کسانی را که صفات خدا را اثبات می کنند قائل به صفات خداوند متعال هستند و خداوند متعال را قائل به این هستند که خداوند متعال در روز قیامت دیده خواهد شد، حتی اینها هم اهل سنت و الجماعت را و اینچنین افراد را مشبهه نامیدند. و هذا الاستعمال قد غلب عند المتأخرین من غالب الطوائف، بگونه ای که رفته رفته این اصطلاح در میان متأخران دیگه داب شده و متأخران همیشه کسانی را که صفات خداوند متعال را میپذیرند و بر اساس آیات صریح قرآن و احادیث صریح و صحیح قرآن و احادیث صحیح و صریح رسول خدا صلی الله علیه وسلم صفات خداوند متعال را باور دارند، امروزه بهشون میگویند که تهمت تجسیم یا تشبیه را به آنها میزنند و در واقع این خلاف واقع هست و اهل سنت و الجماعت در تمامی کتابهایشون این را تصریح کردند که هیچ یکی از اهل سنت و الجماعت قائل به این نیستند که خداوند متعال مثل انسان ها هست یا اینکه انسانی مانند خداوند متعال باشد در ذات و صفات و در اسماء و صفات و در باره الوهیت و ربوبیت، و این تهمتی در واقع بیش نیست. و یکی دیگر از صفاتی که در اینجا حضرت امام طحاوی رحمت الله علیه ذکر کرده از صفات خداوند متعال که راهی هست برای شناخت بهتر الله متعال این است که ایشان می‌فرماید حی لا یموت قیوم لا ینام. حی لا یموت قیوم لا ینام. الله متعال زنده هست، هرگز نمی میرد. لا یموت، نمی میرد. قیوم لا ینام، همیشه بیدار هست، قائم هست، هوشیار هست. لا ینام، هرگز خداوند متعال نمی خوابد و هیچ چرتی هم نمی زند. در واقع در اینجا حضرت امام طحاوی رحمت الله علیه قبلا گفته بود که خداوند متعال دائم بلا انتها
قبلا میگفت قدیم بلا ابتدا و در ادامه فرمود که دائم بلا انتها. خداوند متعال قدیم هست بدون از ابتدا، دائم هست، ازلی هست، برای همیشه هست، بدون انتها، بدون از این که خداوند متعال وجودش پایانی داشته باشد. در اینجا هم در واقع خداوند متعال را به این صفت قیوم می نامد که خود در قرآن فراوان آمده و در احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم آمده و این صفت را می‌خواهد یک وجه تمایزی بیان بکند در میان حیات انسانها و حیات خداوند متعال. می‌فرماید که حی لا یموت، زنده هست نمی‌میرد. یعنی زندگانی خداوند متعال، حیات خداوند متعال پایان پذیر نیست. به تعبیر دیگر این جمله تأکیدی هست بر جمله‌های قبلی و تفاوتی هست با صفات انسان. انسان هم حیات دارد، زنده هست، حی هست، اما حیات انسان یک حیاتی هست که منقطع می شود، با موت از بین می رود. انسان از این دنیا در واقع منتقل می شود. و اگر هم ما قائل به این باشیم که حیات انسان یک حیات دائمی هست، انسان وقتی که زنده هست از این جهان منتقل می شود، به جهان دیگر می رود، اما این صفت یک صفت ذاتی برای انسان نیست، یک فضل و نعمتی هست که خداوند متعال به انسانهای مؤمن داده که در آخرت متنعم خواهند بود و یک نوع مجازات و عذابی هست برای انسانهای گناهکار و بزهکاری که در این دنیا در واقع ایمان نیاوردند و مجازاتشون این هست که برای همیشه و تا ابد بمانند و عذاب دردناک خداوند متعال را بچشند. پس بنابراین وقتی که خداوند متعال حی هست به معنی این که هرگز نمی میرد و پایان ناپذیر هست، قیوم زنده هست خداوند متعال، قائم هست، استوار هست، لا ینام هیچگاه خداوند متعال نمی خوابد. و این تعبیر امام طحاوی رحمت الله علیه برگرفته از این آیه هست که خداوند متعال در آیت الکرسی می فرماید که الله لا اله الا هو. خداوند متعال رو میخواد معرفی بکند. الله کیست؟ الله همون معبودی هست که لا اله الا هو، غیر از او معبودی دیگر نیست. الحی القیوم، خداوند متعال زنده هست و قیوم هست. و این دو تا صفت خداوند متعال ای الحی و القیوم در 3 جای قرآن در کنار هم آمدند و یکی از بارزترین و صفات خداوند متعال هستند، بگونه‌ای که علما می‌فرمایند که این دو صفت خداوند متعال بگونه‌ای هستند که جامع تمام صفات کمال خداوند متعال هستند. یعنی تمام صفات خداوند متعال به این دو تا صفت برمیگردند. الحی یعنی ذاتی که زنده هست و تمام صفاتی که خداوند متعال در قرآن برای خودش بیان کرده و یا رسول خدا بیان کرده همه برمیگردند به همین صفت الحی، به همین ذات زنده واجب الوجود همیشی که همیشه هست و ماندگار هست. پس بنابراین به این خاطر است که بسیار از علما معتقد هستند که این دوتا صفت جز صفات و اسماء حسنای خداوند متعال بلکه اسم اعظم خداوند متعال هستند. و از آنجایی که این دو تا صفت در آیت الکرسی هستند به این خاطر آیت الکرسی را بزرگترین آیه قرآن مجید نامیدند. و در سوره دیگر خداوند متعال می‌فرماید که الف لام میم الله لا اله الا هو الحی القیوم در سوره آل عمران. بازم خداوند متعال الحی و القیوم را در کنار هم آورده و در اینجا ذکر کرده. و در جای دیگری می‌فرماید وعنت الوجوه للحی القیوم در سوره طه که تمام وجوه و تمام انسانها فروتن هستند، خاشع هستند در برابر ذات خداوند متعال که الحی و القیوم هست. و در جای دیگر می‌فرماید هو الحی لا اله الا هو، خداوند متعال زنده هست، غیر از او هیچ معبودی نیست. و توکل علی الحی الذی لا یموت، و توکل کن، خود را بسپار به حی قیومی که هرگز نمی میرد و برای همیشه زنده هست.
و در حدیثی دیگر هم رسول خدا صلی الله علیه و سلم می‌فرماید ان الله لا ینام ولا ينبغي له ان ینام. خداوند متعال نمیخوابد و مناسب هم نیست که خداوند متعال بخوابد. شایسته ذات خداوند متعال نیست، زیرا که خداوند متعال حی و قیوم هست، برای همیشه زنده هست. بعد از دیدن یک میان برنامه کوتاه انشاءالله در خدمت شما باز خواهم گشت و مطالبی دیگر را خدمت شما عرض خواهم کرد. من ذا يداني فضله وعلاه هذا الذي أحيا الأنام هداه هذا الرسول المصطفى لي أسوة. از صهیب رضی الله عنه روایت شده که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند عجیب است امر انسان مؤمن، چرا که امور وی همه خیر می باشد و کسی جز مؤمن چنین نیست. اگر به او خوشی رسد شکر می گذارد و برای او خیر است، و اگر به او سختی رسد صبر می کند و برای او خیر است. هو قدوتي. با سلامی دوباره خدمت شما عزیزان و بزرگواران. قبل از میان برنامه این مطلب رو بیان کردم که خداوند متعال حی و قیوم هست و این دو تا اسم و صفت خداوند متعال در واقع جزو مشهورترین و معروفترین صفات خداوند متعال و نامه‌های خداوند متعال هستند که برخی از علما آنها را جزو اسماء حسنا که هستند آنها را اسم اعظم خداوند متعال می‌دانند و تمامی صفات خداوند متعال در واقع به این دو صفت برمیگردند، زیرا که هر صفتی را که خداوند متعال دارد برمیگردد به صفت حیات. قبل از این که حیاتی ثابت بشود، اگر واقعا صفت حیات نمی بود صفات دیگر هم قابل تصور نمی بود. به این خاطر تمامی صفاتی که در قرآن کریم و یا احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم برای الله متعال بیان شده مرجعشون تمام همین دو صفت هست که خداوند متعال حی و قیوم هست، زنده هست برای همیشه، و قیوم هست، قائم هست و استوار هست و هرگز نمیخوابد. امام طحاوی رحمت الله علیه در ادامه بیان عقیده اهل سنت و الجماعت می‌فرماید که خالق بلا حاجه رازق بلا معنه. الله متعال خالق هست، آفریدگار هست بی آنکه نیازی داشته باشد، رازق هست، روزی رسان هست، نعمت میدهد به انسانها، احسان میکند به انسانها بلا معنه، بدون هیچ گونه زحمتی. در واقع در این دو صفت حضرت امام طحاوی رحمت الله علیه دو تا دیگر از نامه‌های خداوند متعال را
بیان می کند، یکی نام خالق و دیگری نام رازق، که این دو تا صفت جز صفاتی هستند که بسیار بر زبان مسلمانان هستند، تکرار می کنند، روزانه می گویند که الله خالق هست، الله مالک هست، الله رازق هست. این صفات جز صفات عمومی هست که تمام مسلمانان این صفات خداوند متعال را در واقع می دانند و ورد زبان همه هست و این صفت برگرفته از آیات قرآن هست. در قرآن کریم در جاهای متعدد و متفاوتی خداوند متعال این صفت را برای خودش بیان کرده. مثلا در جایی می فرماید و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، من جن و انس را نیافریدم، خلق نکردم مگر برای این که مرا عبادت بکنم. بحث از خلقت و آفرینش انسانها و جنها هست. یعنی در این آیه خداوند متعال هم صفت خالقیت خودش را بیان می کند که خداوند متعال خالق جنها و خالق انسانها هست و هم بینیازی خودش را بیان می کند و در ادامه می فرماید ما ارید منهم من رزق و ما ارید ان یطعمون، من از این انسانها و از جنهایی که آفریدم امید رزقی ندارم و از آنها نمی خواهم که به من رزق بدهند، روزی بدهند و به من طعام بدهند، به این معنی که من نیازی ندارم. و این دقیقاً همین مطلبی هست که امام طحاوی رحمت الله علیه می فرماید که خالق بلا حاجه، خالق هست بدون از اینکه نیازی داشته باشد، و رازق هست رزق می دهد تمام انسانها را بلا مؤنه، بدون از هیچ گونه زحمت و خستگی. و در آیه دیگری می فرماید که ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین، در ادامه آیات قبلی، که همانا خداوند متعال رزاق هست. یکی هست رازق یعنی روزی دهنده و صفت دیگری رزاق یعنی اون ذاتی که بسیار روزی میدهد. خداوند متعال بسیار روزی دهنده هست، به تمامی انسانها و به تمامی جنها و تمامی موجودات رزق میدهد. حتی انسانهایی که کافر هستند، بیدین هستند، بزرگترین توهینها را به خداوند متعال میکنند، بازم خداوند متعال اونها را رزق میدهد. ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین در سوره زاریات. در آیه دیگر خداوند متعال میفرماید یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، ای انسانها شما نیازمند خدا هستید، شما به خداوند متعال نیاز دارید. والله هو الغنی الحمید، و الله متعال غنی هست، بی نیاز هست و حمید و ستوده شده هست. یعنی این که تمامی انسانها نیازمند خدا هستند، اما خداوند متعال بی نیاز هست. رازق بلا مؤنه، رزق دهنده هست بدون از اینکه زحمتی متوجه اون بشود. خالق هست، آفریننده هست بدون از آنکه نیازی در واقع داشته باشد. و در سوره محمد میخوانیم که خداوند متعال میفرماید والله الغنی و انتم الفقراء، خداوند هست غنی فقط اوست و شما فقیر هستید به خداوند متعال، نیازمند خداوند متعال هستید. قل اغیر الله اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض و هو یطعم ولا یطعم، آیا من غیر از الله برای خودم ولی و دوست و محبوب برای خودم انتخاب بکنم، در صورتی که الله آفریننده آسمانها و زمین هست و الله هست که انسانها را روزی میدهد و هو یطعم، طعام میدهد، رزق و روزی میدهد، ولا یطعم، و خداوند متعال طعام داده نمی شود، رزق و روزی کسی به خداوند متعال نمی دهد و خداوند متعال نیازی به رزقی رو در واقع ندارد. در آیات متعددی مشاهده می کنیم که خداوند متعال این دو تا صفت رو در کنار هم آورده یا در جاهای متفاوتی جدای از هم بیان کرده که الله متعال خالق هست بدون از اینکه نیازی داشته باشد
و رازق هست بدون از اینکه خداوند متعال از رزق دادن و از نعمت دادن خسته بشود. حدیثی در صحیح مسلم هست که حدیث بسیار پرمحتوایی هست و در واقع این معنی را و این مفهوم را به صورت کامل و تمام میرساند. حضرت ابوذر رضی الله تعالی عنه میگوید که رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند به نقل از خداوند متعال که این حدیث قدسی هست که الله متعال میفرماید یا عبادی، ای بندگان من، ای آفریدگان و ای مخلوقات من، لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم کانوا علی اتقى قلب رجل منکم، اگر ای انسانها، ای بندگان من، اگر پیشینیان شما و پسینیان شما، اولین و آخرین، انسانها و جنها همه چنان متقی باشند که تقوای بالاترین شخص از شما را داشته باشند، علی اتقى قلب رجل واحد منکم، همه ایشون به اندازه قلبشون مانند پاکترین انسان، متقیترین و پرهیزگارترین انسان باشد، ما زاد ذالک فی ملکی شیئا، این هیچ چیزی بر ملک من، بر پادشاهی من نمی افزاید. یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم کانوا علی افجر قلب رجل واحد منکم، ای انسانها، ای بندگان من، اگر انسانهای شما، اگر جنهای شما، اولین و آخرین شما بسیار بدکار و گناهکار باشند که همهشون مانند بدترین انسان باشند و بدترین قلب را داشته باشند، ما نقص ذلك فی ملکی شیئا، باز هم این از پادشاهی من هیچ چیزی نمی کاهد. در ادامه می فرماید که یا عبادی، ای بندگان من، لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم قاموا فی صعید واحد، ای بندگان من، اگر انس و جن شما و اولین و آخرین شما در یک میدان بسیار گسترده جمع بشوید و گرد هم بیایید، فسألونی، هر یک از شما خواسته و نیاز خودش را مطرح بکند و از من چیزی را بخواهند، فاعطیت کل انسان مسئلته، و من به هر انسانی و به هر جنی هر چی را میخواهد بدهم، ما نقص ذلك ما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر، تمام این بخشش، تمام این رزق و برآورده کردن نیاز و خواسته های تمام شما انسانهای اولین و آخرین از ملک من و از پادشاهی من و از دارایی من و از خزانه هایی که پیش من هست هیچ چیزی نمی کاهند مگر مانند این که شما سوزنی رو در دریا بزنید و بیرون بکنید، چه اندازه از آب دریا می کاهد. این که تمام خواسته های شما رو من برآورده بکنم از ملک من به همین اندازه هم نمی کاهد. این در واقع برمیگردد به این که واقعا خداوند متعال ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین، خداوند متعال بسیار روزی دهنده هست و صاحب قدرت مستحکم و متینی هست. پس بنابراین به این نتیجه میرسیم که خداوند متعال خالق بلا حاجه، آفریدگار هست بدون آنکه نیازی داشته باشد، رازق بلا معنه، رازق هست، روزی دهنده هست بدون آنکه زحمتی متوجه او بشود. در ادامه امام طحاوی رحمت الله علیه میفرماید که ممیت بلا مخافه باعث بلا مشقه، ممیت، خداوند متعال میراننده هست، انسانها را، جنها را و دیگر موجودات را میراند و مرگ را بر اونها طاری می کند، بلا مخافه، بدون از این که از کسی بیم و هراسی داشته باشد، باعث بلا مشقه،
انسانها و موجودات را دوباره زنده می کند بعد از مرگ بدون از آن که مشقتی و زحمتی برای خداوند متعال عاید بشود و خداوند متعال خسته بشود و این کار در واقع برای خداوند متعال سخت نیست. نمیراندن انسانها موجب خوف و هراس خداوند متعال هست و نه زنده کردن انسانها باعث زحمت و مشقت خداوند متعال. خداوند متعال می‌فرماید ما خلقکم ولا بعثکم الا كنفس واحده. آفرینش شما که خداوند متعال شما را بیافریند یا این که بعد از مرگ دوباره شما را زنده بکند، ما خلقکم ولا بعثکم الا كنفس واحده، هیچ زحمتی ندارد برای خداوند متعال. این همه مانند زنده کردن یک شخص است. به همون اندازه که آفریدن یک شخص برای خداوند متعال ساده و آسان است، به همون اندازه که برانگیختن یک انسان مرده بعد از مرگ و زنده کردن دوباره آن برای خداوند متعال ساده و آسان هست. تمام انسانها را آفرینش آنها، زنده کردن آنها و بعد از مرگ دوباره برانگیختن آنها برای خداوند متعال مساوی و برابر هست و هیچ زحمتی رو برای خداوند متعال در واقع ندارد. قل یحییها الذی انشأها اول مره. خداوند متعال خطاب به کافرانی که معتقد به این بودند تعجب می‌کردند که خداوند متعال بعد از مرگ چگونه انسانها را دوباره زنده می‌کند، می‌فرماید خطاب به رسول الله صلی الله علیه وسلم که به اونها بگو که آفریدن شما کاری ندارد برای خداوند متعال. قل یحییها، خداوند متعال زنده می کند این انسانهای مرده را و این نفوسی را که مردند از دنیا رفتند. همون کسی اینها را زنده می کند و دوباره برمی انگیزد که از در ابتدا اونها را آفریده. چه کسی این انسانها را و موجودات دیگر را در صورتی که معدوم بودند، هیچ اثری از اونها نبود، زنده گردانید و اونها را آفرید. بعد از این که بمیرند همان ذات یعنی خداوند متعال آنها را دوباره زنده می کند و دوباره آنها را به زندگانی باز می گرداند. یک نکته در اینجا هست که اهل سنت و الجماعت معتقد به این هستند که مرگ هم در واقع یک شیء موجود هست، وجود ظاهری دارد. بعضی فکر می کنند که مرگ به معنی عدم هست، حیات به معنی وجود هست، به معنی موجود بودن یک چیزی هست، محسوس هست، و مرگ به معنی عدم هست. این گونه نیست، بلکه مرگ هم یک شیء موجود هست، یک مخلوقی هست از مخلوقات خداوند متعال که الله متعال آن را آفریده. خداوند متعال در قرآن مجید می فرماید که الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. در چندین جا از قرآن این تعبیر آمده. خداوند متعال موت را و حیات را هر دوتا را آفرید، یعنی اینها را ایجاد کرد. اینها مخلوق خداوند متعال هستند بدین خاطر که شما را بیازماید که چه کسانی از شما اعمال بهتری را و کارهای شایسته تری را در واقع انجام میدهند. پس بنابراین این مرگ یک موجودی هست که خداوند متعال آن را آفریده و در روایات داریم که خداوند متعال در روز قیامت این مرگ را می آورد به صورت یک گوسفند سفیدی و بسیار زیبایی و در میان بهشت و دوزخ آن را سر می برد و آن را ذبح می کند و اعلام می کند که بعد از امروز مرگ دیگر وجود ندارد. نعیم شما و زندگانی شما و این شادابی و ناز و نعمت شما جاودانه هست و اونهایی که جهنمی هستند و ایمان نداشتند، کافر بودند به خداوند متعال، عذاب اونها هم دائمی و ابدی هست. این حدیث صحیح هست، متفق علیه هست، در صحیح بخاری و صحیح مسلم، در هر دو کتاب صحیح این حدیث در واقع ذکر شده. پس بنابراین عقیده اهل سنت و الجماعت هست که خداوند متعال خالق هست بدون از آن که نیازی داشته باشد، رازق هست بدون از آن که رزاق هست بیان که خسته بشود، ممیت هست میمیراند انسانها را
بدون آنکه خوف و هراسی داشته باشد و دوباره انسانها را در قیامت زنده می کند بدون از آن که این کار برای خداوند مشقتی داشته باشد و باعث زحمت خداوند متعال باشد. با برنامه دیگر که گوشه دیگر از اعتقاد اهل سنت و الجماعت را خدمت شما عزیزان بیان می کنم، تمامی شما را به خداوند متعال می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي بمصر رحمه الله: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون في أصول الدين ويدينون به رب العالمين. به نام و استعانت از الله بخشاینده مهربان. ستایش ویژه الله پروردگار جهانیان است. علامه حجت الاسلام ابو جعفر وراق طحاوی رحمه الله میگوید: این کتاب بیانگر عقیده اهل سنت و جماعت بر مبنای مذهب فقهای اسلام ابو حنیفه نعمان بن ثابت کوفی و ابو یوسف یعقوب بن ابراهیم انصاری و ابو عبدالله محمد بن حسن الشیبانی رضی الله عنهم اجمعین است و به باورهای آنان در مورد اصول دین که با آن پروردگارشان را میپرستند میپردازد.